اتهام آدمربایی و تجاوز. آدمربایی و تجاوز بچه‌های چند ساله؟ بچه‌های 11-12 ساله. 11-12 ساله. این مدت چند وقت این کارو داشتی انجام میدادی؟ این مدت زیادی نبود، حدود 4-5 ماه است. اواخر سال گذشته یکی از بیمارستان‌های تهران گزارشی را به پلیس ارجاع داد. گزارشی درباره کودک 4 ساله‌ای که نشانه‌های تعرض جنسی در بدنش دیده شده بود. گزارشی که به ظاهر یکی از 10 برگ یک پرونده سنگین رو رقم زد. پرونده‌ای با محوریت جوانی 27 ساله، امیر سین، کسی که در چند ماه اخیر خواب را از چشم خانواده‌های جنوب تهران رو بوده است. امیر وقتی روبروی خبرنگاران ایستاد به طرز عجیبی خونسرد بود. انگار نه انگار که موضوع صحبت زندگی و روان چند کودک خردسال است. جملاتش را با طمأنینه ادا می‌کرد. انگار دارد از روی یک متن تمرینی حرف می‌زند. تو سطح شهر میگشتم، سوژه‌های خودم رو انتخاب می‌کردم و اونها رو سوار موتور می‌کردم می‌بردم. اما پشت آن ظاهر کنترل شده ترسی نهفته بود. ترس از دوربین‌ها، خبرنگاران و البته از سرنوشتی که انتظارش را می‌کشید. امیر طبق اعترافات خودش با پوشیدن لباس جعلی مأمور شهرداری در مناطق شلوغ و آسیب پذیر شهر مثل شوش، مولوی، افسریه و خراسان پرسه می‌زد. بیشتر کدوم مناطق بود؟ خراسان و خاوران. چرا منطقه ها رو انتخاب می‌کردی؟ انتخابم نبود، همینطوری اتفاقی می‌دیدم. کودکان تنها را انتخاب می‌کرد، به بهانه‌های مختلف. یا اعتمادشان را جلب می‌کرد یا آنها را می‌ترساند و سوارشان می‌کرد. بعدش تحتشون عنوانی سوار موتورشون می‌کردی؟ گفتم که من مأمور شهرداری هستم و گولشو میزنم سوار می‌کردم. شهرداری چه ارتباطی به بچه‌ها داره؟ ارتباطی نداره. اخبار تیمینا ازتون گرفته بودن؟ بله. بیسیم هم همراه بوده، گادشگاه هم همراه بوده. بله. خب اینا برای چی بوده؟ اخبار همینطوری توی مثلا می‌خواستم بگم من مأمور حساسی بترسونشون. بله. در ادامه کیکی به آنها میداد. کیکی که از قبل درونش قرص خواب آور قرار داده بود. وقتی کودک بیهوش میشد، این کفتار جانی کودک را به خانه‌اش میبرد، تجاوز میکرد و از او فیلم تهیه میکرد و گاه آن ویدیوها را در کانال تلگرامی منتشر میکرد. چی فیلم برداری می‌کردی؟ چی فیلم برداری میکردی؟ فیلم برداری برای فیلم برداری میذاشتم داخل تلگرام. خب چرا مگه مریض به بیکاری کرد؟ کوچه تو که اون آسیب و اون بچه زدی، بعدش فیلمش هم میگرفتی میذاشتی تو فضای مجازی، بیشتر آبرو اون بچه و خانواده بره. بعد این بچه‌ها تو فیلم هیچ حرکتی نمیکنن، انگار که بیهوش باشن. چه کار میکردی؟ چجوری بیهوششون می‌کردی؟ از قرص استفاده میکردی؟ به اونها تو کیک قرص میدادم و میخوردن. این شیوه رو چجوری یاد گرفته بودی که توی کیک قرص بذاری بدی بخورم؟ چرا این مدلی؟ بچه‌ها رو بیهوش می‌کردی که مقاومت نکنن. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. در زمان دستگیری مأموران پلیس متوجه حضور یک دختر و پسر در خانه امیر شدند. کودکانی که چند روزی در آن خانه زندانی بودند. سوابق امیر نشون میده که این نخستین بار نبوده. اون بیشتر هم به جرم تعرض آدمربایی به 5 سال حبس محکوم شد و سال 95 زندانی بوده. اما پس از آزادی نه تنها اصلاح نشده، بلکه نقشه هایش را گسترده تر هم کرده. قبلا هم یه بار سال 95 دستگیر شده بودی به این دلیل، درسته؟ بله، سال 95. خب بعد برات کافی نبود؟ چی شد که باعث شد تو بخوای این کار رو تکرار کنی؟ اتفاق نیفتاد دیگه، خودم دوباره شیطان رفت جلدم و دوباره این کار رو انجام دادم. مرتضی نثاری، معاون پلیس آگاهی تهران اعلام کرد قربانیان این متهم همگی زیر 15 سال بودند. ویدیوهای کشف شده در گوشی موبایل امیر نشون میده که تعداد قربانیان از 20 نفر هم بیشتره. ما با مجرمی روبرو هستیم که خودش در کودکی مورد تعرض قرار گرفته. تجربه‌ای که بدون درمان و حمایت میتواند سرآغاز چرخه‌ای سیاه باشد. نمونه‌های مشابهی از این چرخه را در پرونده معروف بیجه نیز دیده ایم. اما سوال اینجاست
آیا همه قربانیان دیروز متجاوزان فردا می شوند؟ کارشناسان معتقدند لزوماً نه. اما اگر پس از این اتفاق کودک حمایت روانی و درمانی نبیند، ریسک تکرار چرخه آزار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. در کنار ضعف قانون، کمکاری خانواده‌ها هم نقش مهمی دارد. اکثر کودکانی که قربانی این کفتار شدند، تنها بودند. سوار موتوری شدند که نمی‌دانستند به کجا می‌روند. آموزش ندیدند که نه بگویند، که اعتماد نکنند، که فریاد بزنند. پدر و مادرهایی که شاید نمی‌دانند دنیای امروز جای امنی برای بی‌توجهی نیست. یعنی وقتی کار تموم میشد بچه‌ها رو نگه می‌داشت تا به هوش بیان، بعد می‌بردی می‌رسوندیشون؟ بعد شما ساعت 5-6 بعد از ظهر بچه رو می‌بردی. 5 ساعت که بچه در اختیار بشه شد 10-11 شب. بعد 10-11 شب تازه بچه رو می‌بردی تو خیابون رها می‌کردی؟ توی خیابون میبردم به دم خونه‌شون. دم خونه‌شون خودشون میگفتن که کدوم بره. بعد پدر مادرشون تو خیابون نبودن که تو رو ببینن که بچه دارن موتور تو پیاده میشه؟ نه. اما چرا قربانیان این متجاوزان همیشه متعددند؟ چرا متجاوز به یکی دو مورد اکتفا نمی‌کنه؟ کارشناسان پاسخ میدن زیرا او بیمار است، نه آن بیمار روانی که معاف از مجازات شود، بلکه فردی با اختلال عمیق شخصیتی که از آسیب زدن به یک نفر سیر نمی‌شود. مگه یه بار قبلا این کار سال 95 نکرده بودی؟ بله. خب مگه نرفتی زندان؟ داره ادامه دادی؟ میدونستی که پلیس میگیرت دیگه؟ این کفتار حالا پشت میله‌های زندانه، اما قربانیانش هنوز آزاد نیستند. آزاد از خاطره، ترس، اضطراب و شاید شرم ناعادلانه‌ای که نباید بر دوششان باشد. و ما اگر هنوز درباره کودکانمان صادقانه و بی‌شرم حرف نمیزنیم، اگر آنها را آموزش نمیدهیم، اگر به قانون و مدرسه و جامعه فشار نمیآوریم که ایمن باشند، بخشی از همان چرخه‌ایم که قربانی میسازد.